میگویند مسکه، دروش، کافه حرام است. شما چی میگویین؟ البته ما حرام گفتن نمیتونیم. همین مسکه هایی که نمی مسلا میگیم یا مسکه میگیم، خب مسکه میسونیم، مسلا سلیویشنی و دیگر هستن. این چی جای حرامی داره؟ یا کافه چی جای حرامی داره؟ یا دروش؟ اینها را ما حرام گفتن نمیتونیم برادر. برای حرام گفتن اولا حرام و حلال الله و رسول او حل میکنه. لیکن امروز اگر ما ترکیبات ما را ببینیم، در ترکیبات چون اگر از حرام ها چیزی باشد بعد او را حکم حرام میتن. برای همین در امروز ترکیبات یعنی مسکده بغیر همون شیر و بغیر چی داره دیگر؟ هیچی نیست دیگر. یا کافش یا دروژش. برای همین بین شما